بالاخره اپل تاریخ دقیق رونمایی از آیفون های سری جدیدش رو منتشر کرد. طبق سنت همیشگی اپل ما شاهد این هستیم که داخل کنفرانس سپتامبر این شرکت شاهد آیفون های جدید، واچ های جدید و آیپد های جدید باشیم. سلام، من علیرضا هستم از آیسو، در خدمتتونم در این ویدیو با موضوع محصولات احتمالی اپل داخل کنفرانس جدیدش. بریم با هم یه نگاهی داشته باشیم به دعوتنامه رویداد اپل که برای توسعه دهندگانش فرستاده و لوگویی که روی این کارت دعوت درج شده حرف واسه گفتن داره. همونطور که می‌بینید لوگویی که اپل روی این پوستر حالا یا اصطلاح کارت دعوتش استفاده کرده یک ظاهر رنگی جذابی داره. موج‌های انحنایی رو میتونیم ببینیم که میتونه اشاره کنه به نازک شدن حاشیه نمایشگرها و شاید یه مقداری کرو شدن و خم شدن گوشه اسکرین. اینکه اگر دقت کنیم می‌بینید یه سری شن‌ها داره از روی این لوگو بلند میشه و به پرواز در میاد، به اصطلاح باد داره میبرتشون انگار، که این میتونه اشاره کنه به ذرات تیتانیوم که احتمالاً ما شاهد آیفون هایی با کالبدی از جنس تیتانیوم هستیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا معرکه است. البته قیمتش هم ممکنه بره بالا، ولی خب اگر از تیتانیوم استفاده کنه وزن آیفون ها خیلی سبکتر میشه، یعنی یه جورایی تقریبا 10% از وزنش کم میشه و آیفون های سبکتری رو داریم این سری. طبق خبرها و کانسپت هایی که تو این چند وقت منتشر شده به احتمال زیاد داخل آیفون های سری 15 دو تا رنگ جدید رو داشته باشیم، یکی رنگ تایتان بلک و اون یکی هم دارک بلو که آبی سیر خیلی خوش رنگ و جذاب هستش. تایم دقیق کنفرانس هم روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه ساعت 20:30 شب به وقت تهران هستش و به صورت یک ویدیوی از پیش ضبط شده مطبوعاتی داخل محیط اپل پارک هستش که میتونه کنفرانس و رویداد خیلی جذابی باشه. جوری که به نظر میاد اپل قراره با دست خیلی پر توی این رویداد ازمون پذیرایی کنه و محصولاتش رو معرفی کنه که یکی از مهمترین محصولات رویداد که حالا هر ساله اصلا رویداد سپتامبر به بهونه اون برگزار میشه آیفون های جدید هستن که این سری شاهد آیفون های سری 15 هستیم و همراه واچ اولترا نسل 2 واچ های سری 9. به نظر میرسه که اپل به این ترتیب قرار آیفون های سری 15 رو دسته‌بندی و نامگذاری کنه: آیفون 15 نرمال، آیفون 15 پلاس، آیفون 15 پرو و پرو مکس. طبق تصاویری که حالا منتشر شده توی سری 15 و 15 پلاس ما شاهد طیف رنگی به شدت غلیظی نیستیم به غیر از رنگ مشی. مابقی رنگ‌ها یه طیف رنگی بسیار ملایمی از اون رنگ دارن، مثلا مثل سری 12 شاهد مثلا یک آبی خیلی پررنگ و غلیظی نیستیم و این بار شاهد یه سری رنگ‌های خیلی ملایم هستیم و طیف رنگی ضعیف که به نظر من رنگاش میتونه خیلی جالب باشه. آیفون های سری 15 تا حد خیلی زیادی بسیار شباهت دارن به آیفون های سری 14، اما یه سری قابلیت ها رو اپل بهش اضافه کرده که حرفی برای گفتن داره و یه فرقی بین 14 و 15 میتونیم ببینیم. اولین تفاوتی که آیفون های 15 با سری 14 دارن قلب تپنده شون، یعنی پردازنده شون. چیپستی که اپل توی آیفون های سری 15 استفاده کرده A17 بایونیک هستش که اولین تراشه 3 نانومتری توی گوشی‌های هوشمنده. دومین ویژگی جدید آیفون های سری 15 که حالا حتمی شده و مطمئن هستیم که این قابلیت هستش، چون یه سری شرکت‌های مثل یانکیت که گاردها رو از پیش برای آیفون های جدید تولید میکنن روشون دیدیم، اون هم تغییر دکمه سایلنت به یه دکمه اکشن و فشاری هستش. دیگه شما مثل سابق بالا پایین نمی‌کنید، دکمه سایلنت رو فشاری شده مثل اپل واچ ها که به نظر من هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد. بدیش اینه که ما با اون دکمه سایلنت چندین سال بود عادت کرده بودیم و الان بخوایم سوئیچ کنیم این دکمه ممکنه اوایلش یک مقداری اذیت بشیم و احساس غریبی کنیم با اون دکمه. و اگر اینطوری باشه میشه یه سری قابلیت‌ها رو باش تنظیم کرد که اون فقط یه دکمه سایلنت ساده نباشه و بشه دستورهای دیگر رو هم براش شخصی سازی کرد، مثل اسکرین شات گرفتن، تماس‌های ضروری و غیره. همین الان که داره این ویدیو رکورد میشه 11 روز مونده به کنفرانس اپل و ما داخل استودیو آیستور گاردهای آیفون های سری 15 رو موجود داریم و بریم ما هم یه نگاهی بهش بندازیم. از برند معروف و محبوب یانکیت هستش. بریم ما هم یه نگاهی بهشون بندازیم و ببینیم تغییرات ظاهریشون به چه صورت هستش. بذارید اینجام نزدیکتر. این گاردهای آیفون های جدید هستش، روش هم درج شده آیفون 15 پرو مکس. هم مدل های دیگه یکیش رو براتون باز کنم تا نگاه دقیق تری بهش بندازیم. این هم یه مدل گارد 15 پرو مکس هست. به نظر میرسه که اپل یک مقداری کاهش سایز داشته توی سری پرو مکس، یه مقداری حس میکنم قد گارد کوتاه شده و اینجا همونطور که میبینین دیگه شاهد فضای خالی برای دکمه حرکتی سایلنت نیستیم و قراره که اپل از
دکمه اکشن استفاده کنه تو این قسمت و تغییر دیگه‌ای به چشم نمیرسه و فکر نمی کنم که ما تغییر به شدت پیچیده و جدیدی داخل از ظاهر آیفون های جدید داشته باشیم، حالا بجز جنس بدنه و اینجور چیزها. سومین تغییری که کاربران اپل رو شگفت انگیز کرده و میتونم بگم خیلی تعجب آوره اینی که قراره توی آیفون های جدید به احتمال زیاد شاهد پورت تایپ سی باشیم به جای پورت اختصاصی اپل یعنی لایتنینگ و آیفون های جدید با پورت تایپ سی به بازار عرضه میشن. تفاوت بعدی که آیفون های 15 دارن با نسل قبلیشون اینه که احتمال زیاد روی سری 15 پرو مکس مشاهده لنز دوربین پیروسکوپی هستیم که اگر این اتفاق بیفته شما میتونیم به زوم 6 تا 10 برابری توی آیفون های جدید دسترسی داشته باشین و این واقعا فوق العاده است. اگر همچین اتفاقی بیفته عملا میشه یه کامرای حرفه‌ای سیار و خیلی کوچیک که میتونید تو جیبتون حملش کنید. فوق العاده میشه دوربینش اگر این قابلیت بیاد، مخصوصا توی فیلم برداری. مسئله بعدی اینه که احتمال زیاد ما داخل آیفون های پرو و پرو مکس شاهد بدنه تیتانیومی هستیم که اگر این اتفاق بیفته آیفون ها قطعا سبکتر میشن. بدنه تیتانیومی ما قبلا داخل اپل واچ اولترا دیده بودیم که مثل فولاد صیقلی و صاف آینه‌ای نیستش و یه مقدار انگار برسکاری شده که اگر این اتفاق بیفته به نظر اتفاق خیلی خفنیه. هم حالا جدا از اینکه سبک میشه مقاومت بدنه آیفون ها هم قطعا بیشتر میشه. یه خبر دیگه ای که حالا منتشر شده اینه که اپل قصد داره آیفون 15 اولترا رو هم منتشر کنه، ولی خب کششمون آب نمیخوره. حالا چوری که اپل رو میشناسیم و بعید میدونم یه همچین چیزی رو عرضه کنه. محصول بعدی که باید منتظرش باشیم اپل واچ نسل 2 اولترا هستش که به نظر میرسه اپل قراره توی این سری 2 از رنگ مشکی داخل بدنه استفاده کنه که به نظر من به شدت جذابه و خودم خیلی منتظرشم که منتشر بشه. واقعا زیبا میشه اگر مشکی بشه. رنگ مشکی توی سری اولترا واقعا حس میشد و به نظر من لازم بود این کار. و محصول بعدی هم اپل واچ سری 9 هستش که به نظر میرسه اپل یک مقداری روی کوالیتی نمایشگر کار کرده و سایز اون، حجم از ظرفیت باتری، طول عمر باتری و رنگ جدید، رنگ پینک یا رنگ صورتی خیلی باحال رو قرار داخل واچ های سری 9 شاهد باشیم و به احتمال زیاد شاهد بهبود عملکرد سنسورها هستیم و بریم سراغ محصول بعدی. قبلا توی بخش آیفون ها بهتون گفتم اپل قصد داره که آیفون های جدیدش رو با پورت شارژ تایپ سی منتشر کنه که اگر این کارو کنه قطعا شاهد منتشر شدن ایرپادز پرو نسل 3 هستیم که با پورت شارژ تایپ سی عرضه میشه و احتمال داره که اپل یه سری قابلیت ها رو به این ایرپادز هم اضافه کنه. حالا جدا از تغییر پورت شارژش که اون هم اطلاعات دقیق ازش منتشر نشده، ولی باید صبر کنیم تا چند روز آینده که رویداد برگزار میشه ببینیم آیا ایرپادز جدید که قراره تایپ سی داشته باشه تفاوت سخت افزاری و ظاهری داشته یا نه. اینو نمیدونم بگم نگم، شایعه است، واقعیت خبر صحت داریه یا چی. مثل اینکه اپل قراره آیفون SE نسل 4 رو هم منتشر کنه داخل رویداد که به نظر میرسه از بدنه آیفون 11 استفاده کرده و SE میخریم. چرا SE میخریم آخه؟ ولی خب واقعا گوشی اقتصادی SE دیگه، پردازنده مخصوصا پردازندش مثلا گوشی کالبدش قدیمی هم پردازنده خیلی قدرتمندی تو دل خودش شده، مثل اینمونه مثلا شما موتور بوگاتی رو بزنید رو پراید. و محصول بعدی به نظر میرسه که اپل به احتمال زیاد قراره آیپد جدید معرفی کنه. حالا این دو تا گزینه میتونه باشه، یا یه آیپد پرو جدید منتشر میکنه با چیپست M3 یا اینکه میاد نسل بعدی آیپد های مینی رو منتشر میکنه، یعنی آیپد مینی 7. ولی خب باید صبر کنیم. قطعا یه دونه آیپد معرفی میکنه، حالا یا 7 هستش مینی 7 یا پرو با چیپست جدید. یه چیز دیگه هم اپل قراره عرضش کنه، قبلا معرفی کرده، اون چیزی نیست جز نسخه نهایی سیستم عامل آیفون ها یعنی iOS 17 که ما بهتون قبلا داخل پیجمون پیشنهاد میکردیم که نسخه بتا رو نصب نکنین چون نسخه بتا مخصوص دیولپر ها هستش و برای برنامه نویسا منتشر میشه معمولا که اونا روی اپلیکیشن های مختلف کار کنن، روی بهینه‌سازی و توسعه اپلیکیشن ها کار کنن و به کاربران مثلا عادی پیشنهاد نمیشه که نصبش کنن چون ممکنه باگ داشته باشه. ولی اپل توی رویداد جدیدش توی چند روز آینده قرار نسخه نهاییش رو عرضه کنه و شما چند روز بعد از رویداد میتونین دانلود کنین و با خیال راحت نصبش کنین. به انتهای این ویدیو رسیدیم، امیدوارم که این ویدیو براتون جذاب بوده باشه. اگر نظری دارین حتما برام بنویسین، یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنین.
اگر از یوتیوب تماشا میکنین حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله اعلانش رو هم روشن کنید تا وقتی ویدیو جدید گذاشتیم نوتیفیکیشن نیاد کنید. و اگر دمو این ویدیو رو از پیج اینستاگرام آی استور تماشا میکنین بهتون پیشنهاد میکنم حتما تشریف بیارین یوتیوب و ویدیو رو از داخل یوتیوب ببینین و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. حتما هم پوشش خبری آی استور رو دنبال کنید از رویداد جدید اپل در روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه ساعت 20:30 شب به وقت تهران.